تو ویدیوی قبلی از برف الهام گرفتیم و اونو ربطش دادیم به اتفاقات که توی زندگی آدم ها میفته و اون چیزی که میشه که آدم ازش درس میگیره و باش چیز رو میسازه. این صحنه رو ببینید، یه مسیری هست که هیچ رد پایی نیست و برف همه جا رو سپید کرده. حالا ما اولین قدم ها رو برمی‌داریم. برمیگردیم، رد پامون رو میبینیم. اون ردیه که آدم از خودش به جا میذاره و حالا اون تصمیم هایی که میگیره، نتایجی که میگیره، اتفاقاتی که میفته. میخوام از این رد پا تو پست بعدیم استفاده کنم و بگم که میتونه چه تأثیرهایی داشته باشه، چه تأثیرهایی بذاره و ما میخوایم از اینها چی رو استنباط کنیم.